امروز میخوایم در مورد تست خواب توضیح بدیم و آشنایی با کلینیک‌های خواب. اگه فردی بی‌توجهی کنه به درمان خور و پوف و آپنه خواب، اولین عارضه‌ای که براش داره تأثیریه که روی قلب اون میذاره. باعث بزرگی قلب میشه، باعث فشار خون میشه، باعث نامنظمی ضربان قلب میشه. عروق مغز و قلب دچار تنگی میشن و احتمال سکته‌های قلبی و سکته مغزی برای فرد زیاد میشه. دومین اثری که داره این هستش که فرد رو در طول روز از نظر خلقی تحت تاثیر قرار میده. فرد رو بد اخلاق میکنه، قضاوتش رو دچار مشکل میکنه، پرخاشگرش میکنه، دچار افسردگی و اضطرابش میکنه و در بچه‌ها باعث پرتحرکی میشه و کاهش تمرکز اونها میشه و در عین حال باعث افت تحصیلی فرد میتونه بشه. میتونه باعث سندروم متابولیک بشه، یعنی باعث چاقی در فرد بشه، باعث حتی دیابت و افزایش قند خون در فرد بشه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم که حتما در افراد خور و پف مورد در واقع توجه قرار بگیره. اولین کار برای اون انجام تست خواب هست و بعد از اون درمان هست که در حال حاضر در مواردی که متوسط تا شدید هست درمان‌های موجود یا درمان جراحی هست یا درمان استفاده از دستگاه CPAP یا بایپاپ. برای اطلاعات بیشتر به سایت ما، پیج اینستاگرام ما و کانال یوتیوب ما مراجعه کنید.